گر یک قدم از راه طلب سوی من آیی، من 100 قدم. من مولوی حیات الدین نخیر، من امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. چقدر خوش میشی اگر طرفی تو حضرت امام ابو حنیفه بیای رحمت الله علیه ها. چقدر خوش میشی اگر در خوابت حضرت علی را ببینی که طرفی تو دویده آمده رئیس. نخیر، حضرت علی نیست این که میگم من. چقدر خوشحال شوی که کسی دست صله رحمی به سرت کش کنه و تو بگویی بزرگوار تو را نشناختم، او بگوی من عثمان غنیستم، عثمان با حیاستم. چقدر خوشحال شوی که شب عمری با قد بلندش بیاید و دروازت را تق تق کند و تو را در کنار بکشد و تو بگویی کیستی؟ بگوی عمرم. ای عمر کجایی تو؟ کجاست خیرتی عمری امروز؟ و نوبت حضرت ابوبکر شوه. نخیر، این حدیث و صدیق اکبر نگفته است، این کلام صدیق نیست. آیا این کلام موسی است؟ آیا موسی تو را طرف تو میدود؟ نخیر. آیا این کلام عیسی است؟ نخیر. آیا این کلام ابراهیم خلیل الله است که تو طرف دین بیری و ابراهیم طرف تو بیاید؟ نخیر. آیا این کلام مقدس محمد مصطفی است؟ او ما را خیلی دوست دارد، او ما را در روز قیامت شفاعت میکند. این کلام اوست؟ نه خیر، این کلام زیبای خداست جل جلاله. گر یک قدم از راه من تقرب الی شبرا، لفظ شیرینه که جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به زبان عرب شیرینش، حب عربم از ایمان بوده، چه زیبا می فرماید. الله گفت من تقرب الی شبرا، کسی که یک بدست، فارسیوانا اصطلاحی عوام است، یک بلست، ادبیش یک بدست، کسی که یک بدست الله میگه طرف می آید. نماز جمعه را ناقص میخوانه، کامل نمیتونه، 5 وقت نمازش میخوانه، خیلی کوشش میکنه که خوب نماز بخوانه، باز فکرش میره بیچارگک، غمی روزگار و سودا و خرید است، فکرش نمیشه. الله میگه که تو یک بدست طرف من بیا، ما یک گز طرف تو میایم، بگو الله اکبر. تو طرف من ناقص بیا، ما بلا کیف طرف تو کامل میرم. بندیم نرو طرف بیگانا، نرو طرف دشمنان اسلام، نرو طرف آنهایی که قرآن تو را با آتش کشاندن و تو هنوزم مهر محبت دشمنان قرآن رو بسیره میزنی. کجا هستن اونهایی که با گوشهای کرشان بیاین و صدای چیغ زنندگان فریاد محمد مصطفی را بشنون صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. کسی که یک بدست الله بی نیاز میگه طرف ما بیایه، ما یک گز طرفش میرم. من تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا. کسی که الله بی نیاز میگه طرف ما یک گز شرعی بیایه بلا کیف، یعنی کم کم بیایه، منظور با عبادت ناقصش بیایه، با روی سیاهش بیایه، با عشق پرچشم گریش بیایه، با قلب پر از کدورت و ریا و تظاهرش بیایه، ولی در قلبش جل میکنه لا اله الا الله. یک گز طرف خدا رفتی. ای گناهگار، ای غافل، ای بی نماز، بیا با نماز شو. ای شرابی، بوتل شراب را بشکن. ای کسی که در راه غلط رفتی و روزها شب خون زدی، بیا در راه خدا. خدا تو را دوست دارد جل جلاله و می فرماید من تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باعا. بگوین سبحان الله. کسی که الله میگه ای بنده، گر بندیم طرف ما یک گز بیایه، ما یک قلاچ، 2 گز، 4 گز، 5 گز طرف از او میروم. اخیری حدیث شریف جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، من اتانی یمشی، کسی که بیاید طرف ما آیسته آیسته، اگر اشتباه نکنم بگویم که صوفی نایلاج، بزور طرف نماز خفتن، آیسته آیسته، به شوق نه، بزور طرف نماز بامداد، بزور طرف مدرسه و درس خواندن، دلش نمیشه و قدر، بزور به طرف حج بیت الله شریف. یک کسی غریب است بزور یگان 50 عزیبش برایه
وای قربان رحمت خدا شوم. الله بی نیاز چی میگه؟ ای بنده تو که گله دارم از پیشت، آهسته آهسته طرف ما آمدی، اتیتو هر ولتن بگوین الله اکبر، ما طرفی تو میدوم، تو آهسته آهسته طرف میهی، ما طرفی تو میدوم ای بنده. و اکثرا محدثین و شارحین حدیث این حدیث را بلا کیف و یا بسیاری و بی حدی رحمت خداوند تبارک و تعالی معنا کرده. و این شاعر چه زیبا این را در شعر آورده: گر یک قدم از راه طلب سوی من آیی، من 100 قدم از راه کرم سوی تو آیم. نمیدانم که چقدر توانست این گناهگار منبرنشین رسالت خود را ادا کرد. و این نیم ساعت تقریبا میشه که من یک حدیث صحیح البخاری شریف و صحیح مسلم شریف که من از جوانان تحصیل کرده، از داملا صاحبان، از مولوی صاحبان، از حافظین قرآن و حتی از محسنین دانشگاه و پوهنتون، از کسانی که حتی فارسی خوان است آدرس میتم که چند باری دیگه هم این کتاب را در بخاری و حدیث را ببینن. فارسی خوانها در اشعه اللمار و در بعض کتبهای دیگه که ترجمه شده چند بار بخوان و گریه کو و به فامیل خود بگو، به مادر خود بگو، به پدر خود بگو، به برادر خود بگو، به خواهر خود بگو، به وطندار خود بگو. امروز شما همین لحظه برای این ساعت 12:15 است، حالا 12:30 میشه. خدایی که با عظمتش میگه او بنده تو طرف ما بیا. همین لحظه کسانی هستند که مصروف زنا هستند. بله کسانی هستند که همین الان خدا نجاتشان بده مصروف لباطه هستند. و برای من گفتن تعداد دوستان که مولوی صاحب در همین شهر تو و در شهرهای همجوار تو به صدها جوان و طفلکان یتیم را در برابر 20 افغانی و 50 روپیه لواطه میکنن. کجا هستی او بچه باز؟ کجا هستی که بیایی؟ کجا هستی که بیایی و این عظمت خدا را ناشکری ننمایی و این رحمت خدا را از زبان یک گناهگار که بار وقت دهن خود مسواک میزنم به یادم میآید که حیات و دین تنها دهن تو با مسواک پاک نمیشه، با یاد خدا پاک میشه، با تلاوت قرآن کریم پاک میشه. اونهایی که به خون انسانها تشنه هستند و کشتن یک مسلمان کشتن تمام بشریت خداوند اعلان میکنه. کجا هست که بشنوه این حدیث بخاری را؟ بیا یک قدم طرف خدا، بیا یک قدم طرف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و من کوشش میکنم که امروز وقت را کمی بانم به دعا کردن و به خدا خدا گفتن و به الله الله گفتن و اشکهای خون سرخ از چشمها به دستها و به یخنها ریختاندن و یخنهای قلب خدا به دربار خدا پاره کردن که اونهایی که هنوز بنده ای تو نیست، خدایا تو بی رحمتت زیاد است، اونا را بنده خود بگردان. ما و بندگی ما مغرور نمیشیم که ما چنان بنده هستیم، چنان عالم هستیم، چنان دعوتگری هستیم، چنان اشکریزی هستیم، چنان مجاهدی هستیم، چنان عارف هستیم، چنان فلان و چنان فلان و چنان فلانیم. زیرا اگر ما را چنین ساخته است و اگر تو را چنین ساخته است، بگو که کی ساخته است. نشنوید کسایی که گوشایشان کر است. الله تبارک و تعالی دعا کنید به برادرتان که اونها را نساخته. دعا کنید با آنهایی که شب تا به سحر تلفن، مسیج، فیسبوک، توییتر، یوتیوب و غیره سایت ها را فقط با چشمشان زنا میکنن و با زبانشان میخوانن و با گوششان میشنون و با تنشان میرقصن. دعا کنید به حال اون خواهری که به ستاره های افغان و آوای افغان خواندن کرد. دعا کنید به او برادر که چطور خواهر خود را اجازه داد. دعا کنید به بیغیرتی او پدر که چنین دختر دارد. دعا کنید تا این حدیث مبارک به گوشش برسد. بیا طرف خدا، بیا طرف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و از من لااقل قدر خواهش میکنم از پیشتان که این شعر را 3 بار بلند بخورین تا از یارتان نروه. گر یک قدم از راه
طلب سوی منایی. من 100 قدم از راه کرم سوی تو آیم. باز تکرار کنین گر یک قدم از راه طلب سوی منایی. من 100 قدم از راه کرم سوی تو آیم. گر یک قدم از راه طلب سوی منایی. من 100 قدم از راه کرم سوی تو آیم. ایره ما گفتم نه برای شما که طرف شما میایم، ما طرف شما میایم نه خیر، که ما هم بیایم خیلی خوش میشین و اگر شما هم طرف ما بیاین من خیلی خوش میشم. اگر ما طرف ائمه دین خود اولیای خدا علمای ربانی بریم و اونا طرف ما بیاین چقدر خوشحال میشیم. نه بلا تشبیه بلا کیف. این حدیث قدسی است که الله تبارک و تعالی می فرماید گر یک قدم از راه طلب سوی منایی. من 100 قدم از راه کرم سوی تو آیم. خداوند این حدیث بخاری شریف را و ترجمه کردنش را به دربارش قبول بگردانه و لباس عمل بر ما بپوشانه. خدا کنه که توسط این حدیث و توسط این مناجات و توسط این ندای ملکوتی حضرت فرشته هایی که امروز به دعای ما آمین میگن انشاءالله، خداوند ما و شما را از امو بنده های بسازه که هر لحظه نامهای ما در آسمان ها گرفته شود. و حدیث دیگری صحیح البخاری است، کسی که دوست خداوند میشه جناب حضرت رب العزت والجلال جبرائیل را میخواند و برای جبرائیل میگوید فلانی را من دوست دارم، تو هم دوست داشته باش. آرزو نداری که اون فلانی تو باشی؟ جبرائیل علیه السلام را میفرماید که فلانی را من دوست دارم، تو فلانی را دوست داشته باش و به 7 آسمان نام و نسبش را گفته محبتش را در قلب آسمانی ها بینداز و بعد برو به زمین، اهل زمین را بگو که فلانی را دوست داشته باشند زیرا او را خداوند دوست دارد. آرزو میکنم که من دوست خدا شوم و خواهش میکنم که تو هم این آرزو را برای خودت بکنی و برای ما بکنی. دنیا دیر یا زود در حال گذشتن است. خداوند ما و شما را با ایمان از دنیا ببرد. چند لحظه بعد شما را خواهش میکنم که دو زانو بشینین و تقریبا نیم ساعت 20 دقیقه امروز به دربار خداوند تبارک و تعالی دعا میکنیم که ما را از جمله همون بندگانش که در این حدیث قدسی گفته است خفیه ذکر میکند، جهریه ذکر میکند، یک بدست نی، یک گز نی، یک قلاج نی، ما را از او بندگانت بگردان که اگر دیگران به پای بدوند ما به فرق در راهی تو بدویم. بگوین آمین رب العالمین. آن وقتی است که هر طرف ببینی رحمت خداست. فاینما تولوا فثم وجه الله. خداوند این برکتش را رحمتش را شامل حال ما بیچارگان میگرداند. حدیث سنن ابن ماجه است، حدیث قدسی که ای بنده اگر گناهان تو به لجام آسمان ها رسیده باشد چرا گریه نمی کنی؟ چرا از خداوند نمی خواهی که برابر کره پره زمین برای تو ثواب نوشته کند؟